آبجی 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 پاشو دیگه. ساعت چنده؟ 8 و 5 دقیقه. چه خوشگل شده. تا صبح کار کردم اما خوب شد. خدا زود باش، صبحونه حاضره. سوجوکم هست؟ آره بود. داداش نوش جون کرد. اون روغنش هم لذیذه. بودو تا نماسیده بخوریم. بودو چای تو بخور عزیزم، بودو. مامان این چه جور شستنیه؟ هنوز بوی گند میده. جدی میگی؟ پسرم، من برای این دو پیمونه پرپود ریختم. این که هنوز بوی بنزین میده. نه اون بوی پیرهنت نیست، بوی بنزین رفته توی جونت. عزیزم یه لحظه وایسا. کمه، ببخش. برای خودت مون بگیرش، دارم، نگران نباش. تا شب خداحافظ، میبینم. به سلامت. کاش میتونستی از سر پمپ بری پشت صندوق پسرم. نمیتونیم دیگه، چی کار میشه کرد؟ مامان، داداش. چیه؟ مامان همه پولام تموم شد. ها، مال من اومد. خداحافظ بچه‌ها. پول اتوبوس بدی کافیه. دیشب زبونت دراز بود. بابارم انداختی به جونم. حالا چی شده؟ درسا رو ول کن، برو سر کار دختر. خونه نون میخواد، نه لیسانس. به درد بخور. ممنونم داداش. میگفتی هم کار میکنم هم درس میخونم، چی شد؟ الان وقتشه کوچولو. آروم برو، خسته نشی. به سلامت. استاد میتونم بذارم؟ بذار روی میز و برو. استاد حرفی نزد؟ نه، گفت بذار رو میز برو. آخیش خدا رو شکر. خب بیا با هم بریم. میدونی که 3 ساعت کلاس نداریم. میتونیم بریم خونه مد استانبول. نه، میرم دنبال کار. آگهی‌های توی محوطه رو نگاه کردی؟ بریم اونجا، حتما پیدا میشه. خیلی خوب.
معذرت میخوام. ببخشید. تو بردار. واسه چی؟ من چیزی که میخواستم رو پیدا کردم. تو برش دار. خیلی ممنون. یکی پیدا شد. پیدا کردی؟ خداحافظ. ببخشید، من ایاسم، دانشجوی مهندسی ساختمان. خانم دوست شماست؟ فیروزه؟ چقدر قشنگ. منظورم اسمشه. راستی کدوم دانشکده است؟ خیلی خوششانسی. ترم دوم معماریه. ممنونم، واقعا ممنونم. فیروزه. سلام، من یکم قبل توی تست شرکت کردم. با استاد حرف زدم قبول نکرد. میشه عوضش کنیم؟ میگه بعد تو رشته معماری داخلی ادامه بدم. میگه مجبوری، کاری نمیشه کرد. خانم زحمت میکشین اونو عوض کنین؟ سایمو میکنم. راستی پرونده کارآموزیت از هلدینگ دمیرکان نیومده. فردا آخرین فرصته. فردا زود بیا. فردا امیت بیاری حمزه. دختر گلم، امروز زندگیمو نجات دادی. مگه چیکار کردم؟ اگه 5 لیره از جیبم در نمیومد نمیتونستم برم دانشگاه نه سر مصاحبه کاری. چه کاری؟ نیمه وقت. حداقل پول تو جیبی خودمو در میارم بابا. لازم نیست دخترم. من لازم باشه کتمو میفروشم، خرج تحصیلتو میدم. تو معمار باید بشی. میتونم به جفتشم برسم بابا. حداقل امتحان کنی. دستکشا چطوره؟ اندازته؟ بله، اما دخترم من اون پولو دادم برای خودت چیز درست حسابی بخری. لباسم هنوز قابل استفاده ام. شایدم با پول خودم بگیرم. اومدم پوشه کارآموزیمو بگیرم. بخش روابط عمومی طبقه 4. ممنونم. توی یه ساعت 162 تا لایک داداش. باید پیامو رو ببینی. بمبارونم کردم. براک، من تو خطش نیستم. کامنتا رو. آقا ارتان، لیلا ساندویچ هستم. خانم احمد ساندویچ. خواهر شما براک با شوهرم احمد از گفتنشم حالم بد میشه. ببخشید؟ دارم میگم من ازشون عکس دارم. یا دست و پای خواهرتون رو جمع کنین یا عکس‌ها رو میدم به مطبوعات آبروشون رو ببرن. دور شوهرم نپلکه. دیگه افتادن دنبال شمارت داداش. همه دیوونه شدن. دیگه نمیتونم مقاومت کنم. را بیاف. برو تو. بیا. داداش یواشتر. بشین اینجا. بشین. نشستم آروم داداش. چرا این کارو میکنی براک؟ مگه من چی کار کردم؟ مرد متأهل زن داره، خیلی هم ازت بزرگتره. از کی حرف میزنی؟ از کی حرف میزنم؟ این چیه براک؟ ها؟ این چیه؟
فقط یه بار هم دیگه رو دیدیم داداش. یه بار 10 بار چه فرقی داره؟ میگم فقط یه بار دیدمش داداش، نه بیشتر. تمام شده رفته. دیگه از خونه نمیری بیرون، فهمیدی؟ دوستات هم نمیبینی، گوشیت هم نمیبینی. نه یه لحظه داداش گوش کن. میگم یه حس لحظه ای بود همین. حقشون نداری. اجازه نمیدم از یه مرد زندار خوشت بیاد، فهمیدی؟ بیرسال به اتکو بگو ماشین حاضر کنه برای خانمو برسونه خونه. درست مثل بابا شدی. ولم کن. اگه بفهمم یه بار دیگه به اون مرد زنگ زدی یا باهاش حرف زدی، خودت خوب میدونی. دوریتون نشده؟ خوبه. حالتون چطوره؟ خانم میخواین آمبولانس خبر کنی؟ حالتون خوبه؟ اتفاقی که نیفتاده خانم. برین کنار فاصله بگیر. برین کنار. آب بیارین، یکم آب بیارین. خوبین الان؟ براک حالت خوبه؟ داداش چی شد؟ خوبی؟ که مونده بود تصادف کنم. اون زندگیمو نجات داد. خوش اومدی. ای وای خدا. مامان اون چیه؟ نمیدونم پسرم، انگار مال توه. که اینطور؟ بیا. اول برای ابرو مداد شماره 2 رو برمیداریم. ای خدا. بعد از اون یه مقدار توش هاشور میکنیم. داداش اونا چیه؟ منم میخوام همینو بفهمم. پسرم گشنته؟ مامان زحمت نکش، بیرون خوردم. داشتم میرفتم سر کار، گفتم اول ببینم چیزی لازم داریم یا نه. داداش اینجا یه کارته. چه کارتی؟ تو زندگیمو نجات دادی، خیلی خیلی ممنون. لبخند بزن بده. شماره تلفنش هم هست. اوه بده کیه؟ خب معلومه اشتباه اومده دیگه، بدش به من. اشتباه یا درست من آبش میکنم. آبش میکنم یعنی چی؟ دستتو بکشه. چطورتون ولش کنید. بسته فلیس مته، بدش به من. براش میگردونیم به صاحبش، این مال ما نیست. فردا اول وقت اینو میبریا. فهمیدی مته جون؟ باشه گیرت نره ماما. تو چرا نخوابیدی؟ اون چیه؟ پالتوی قدیمی بابا تو کمد پیدا کردم، اما یه جایی سوخته بود. پایینش بود، بریدم کوتاه شد، بقیه جاش سالمه، واسه دانشگاه میپوشم. خیلی خوب، بگیر بخواب. نور میفته تو چشم داداشت، بچه صبح میره سر کار. باشه کارم تموم بشه. فاجعه سقوط بتون در ساختمان در حال ساخت حسین سلیمز، پدر 3 کودک زندگیشو از دست داد و 2 کارگر دیگه ماما پالتوی بابا که دیشب درست کردم کجاست؟ تو ندیدی؟ پلیس مسئول اونهاش اونجاست. کارگر
در مقابل شرکت جان قد و بالاشو برم. آی مادر قربونت برم. مامان من دارم میرم. چیزی نمیخوای؟ نه پس فعلا ما رفتیم. قربونت برم. مراقب خودت باش پسرم. کارگران پروژه در حال حاضر 3 ماه از حقوق خود را نگرفته و قرار است که مدیر پروژه با آنها تصفیه حساب کند. اما تا اینکه تصفیه حساب کند معلوم نیست که چه زمانی طول بکشد و ما مته بله اینو بگیر ببر هلدینگ دمیرکان باشه. براک دمیرکان. رو چشم داداش. فراموش نشه. امشب رسیده دست صاحباش. چی بنویسم؟ هیچی ننویس. نیازی نیست. مراقب خودت باش. حله. عاشق هدیت شدم. درست مثل خودت زیباست. خیلی ممنونم. آیاز کورکماز. یس بیرسال یه پاکت براتون اومده. باز کن ببینم چیه. فقط یه نوشته است از ایاز کورکماز. عاشق هدیت شدم. درست مثل خودت زیباست. خیلی ممنونم. باشه فعلا بای. آره داداش از این طرف کار از این طرف درس تو بدو این دیگه میدونی که شمارمو بهش بده. بهش بگو زنگ بزن. باشه داداش. باشه فهمیدم. سردت باشه یخ میزنم. برگرد. آیاز براک چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. چرا بهم زنگ نزدی؟ باید میزدم؟ میخوام ازت تشکر کنم. راست شکلات کافی بود. به بیشتر از اون احتیاجی نیست. ممنونم. به نظرم میتونیم یه قهوه‌ام بخوریم مگه نه؟ پیشنهاد خوبیه اما من باید برم سر کار. حتی دیرم هم شده. خداحافظ. بعدا میبینمت. پس فعلا.
وقتتون 40 دقیقه است. تموم شد میگیرم. استاد خیلی معذرت میخوام، میتونم بشینم؟ نه خیر، دیر کردی. استاد 5 دقیقه دیر کردم. فرقی نداره، برو. استاد خواهش میکنم واحدم نمونه. استاد مگه تو حقوق دانشجویان ننوشته که حق 10 دقیقه تأخیر رو داریم؟ نوشتن آقای حقوقدان. راستش بله. باید بذارین امتحان بده و یعنی منم میرم. بعد مجبور میشیم بریم چه مشاور رشته و دلیلش رو بگیم. اون موقع مشکل پیش میاد دیگه، به خودتونه. هیس، بس ساکت. برو بشین. ممنون. این چه کاری بود کردی؟ مداد. ببخشید این خرابه. اینو بگیر. خیلی لطف کردی. قابلی نداشت. مدادت. بله وقتتون تموم شد. پاشین برگاهاتون رو بیارین. هی بابا. بابت جسارتت ممنونم آیس. کجا غیبت زد؟ باید برم سر کار، دیرم شده. حالا میری حالا؟ من بهت پیام میدم. باشه خداحافظ. بیکوزه، اسکلتش کامله، جبهه بیرونیه، دیوارا ناقصن. فرض کنید مشتری اومده، مجوزم داره، میخواد طبقه ها با هم متفاوت باشن. 2 نفر طراحی میکنید. طبقه 35 تراس کی میخواد؟ فیروزه؟ سلیم؟ باشه شما 2 طبقه 34 کی میخواد؟ احمد؟ یوسف؟ شما 2 میتونید برید. فیروزه چرا دست بلند نکردی؟ من خوشم نمیاد از ارتفاع. باشه فیروزه. هی صبر کن نگهدار. فیروزه به چی میخندی؟ خنده داشت. مجبور میشم پیاده برم سر کار. فیروزه این ما رو میرسونه. بیا. آیاز چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ نگران نباش. بیا بالا دیگه.
samanlık seyran. Aşk durağında indim, trafik tıkanmadan. Ne sağdan ne soldan gelen var. Abuk sabuk kabuslarmış bunlar. خیلی وقت بود اینقدر بهم خوش نگذشته بود. فیروزه امشب میری؟ تو چی؟ تو بری میرم. میرم. مامان بیا 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 بگیر زود باش، دستم شکست بابا، مردم. قیمتام سرسام آوره، افتضاح شده. کل پولی که در آوردم تو بازار رو خرج کردم. تو خونه 5 تا نونخوره، 4 نفر کار میکنن اما بازم کم میاریم. این چه زندگیه؟ تازه مد کردن میگن دست نزن، میوه لت میشه. پس چجوری انتخاب کنم؟ مامان شب تو دانشگاه برنامه هست، منم میخوام برم. برنامه هست؟ باشه دخترم، چرا که نه، برو. من اینایی که خریدم قشنگ میشورم، پاک میکنم، میذارم تو یخچال. برای فردای داداشت و بابا 2 جور غذا میپزم ببرن. رو بندم لباس هست، اونا رو جمع میکنم، اتو میکنم، تا میکنم، میذارم سر جاشون. بالاخره یکی باید این کارا رو بکنه. فقط قراره کثافتای خونه مردم رو تمیز کنی؟ خب قرار نیست به خونه خودمون برسیم. خب اونا کار کیه؟ کار منه. چرا؟ چون که من نوکرم. من میکنم مامان. البته که خودت میکنی. هیچ قبرستونی هم نمیری. متاسفم نمیتونم بیام. نری منم نمیرم. پس با اونا هم تو هوم کافه قرار میذاریم. باشه. خب دیگه بریم. باشه. الان میام. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ از کی اینجایی؟ فکر کنم یه نیم ساعتی بشه. پس چرا نیومدی پیش من؟ ندیدمت. براک بیا میریم. خب پس سر فرصت زنگ بزن یا چیزی با هم بخوریم. منتظرم. فعلا. این اونه؟ آره، نیم ساعتم هست که اینجا نشسته. داره تعقیبت میکنه. برای صحبت کاری منتظرین، درسته؟ تو آشپزخونه مشکل داشتی، مدیرمون الان میاد. باشه، من اینجا منتظر میمونم. شما برین، منم یکم بعد خودم میام. باشه خدافظ. فعلا. قراره همچنان از دور به هم نگاه کنیم یا بالاخره یه قدمی برمی‌داریم؟ ببخشید؟ خجالت چقدر بهت میاد آیاز؟ راستش به نظر من جذاب ترت میکنه. به نظرم این وسط یه سوء تفاهم پیش اومده. اگه فکر میکنی من دنبال تو هم، تقصیر منه. حتما رفتار اشتباهی ازم سر زده.
تو زندگی من نجات دادی. از روی انسانیته. اینطوری فکر کن. این یه واکنش بوده همین. ببین مرتب سر راه هم سبز میشی، هر جا میرم تو هم میای و زیرزیرکی منو دنبال میکنی. اتفاقی. اتفاقیه، هیچ توجیه دیگه ای نداره. به نظرم از یه تصادف ساده بیشتره. دستی که گرفتی و ول نکن. ببین براک، نمیخوام ناراحتت کنم و دلتو بشکنم. خیلی آدم زیبایی هستی، اما من یکی دیگر رو خیلی دوست دارم. برای همین قلب من دیگه پره. بس امیدوارم دو طرفه باشه، چون عشق یه طرفه خیلی زجرآوره. چطور؟ اگه بتونیم این قراردادو ببندیم، حجم تولید سالیانه بتونمون 35% بیشتر میشه. خواهش میکنم صبر کنید، جلسه خیلی مهمیه. براک باید باهات حرف بزنم داداش. الان جلسه بعدم برگزار میشه. چی شده؟ گولم زد. اون نفسی منو بازی داد. کی؟ آیاز، کسی که زندگیمو نجات داد. بله اونو فهمیدم. بگو چی کار کرده؟ تابستون تو شرکت ما کارآموزی داشته. معلومه عمدیه. بعدش همون روز زندگیمو نجات داد. فقط برای تشکر یه هدیه کوچیک فرستادم. در عوض برام این پیام پر از تعریف و تمجید و فرستاد. عاشق هدیه‌ات شدم، درست مثل خودت زیباست. آیاز گفت. بعد هر جا میرفتم پیداش میشد. زیرکی به هم نگاه میکرد، تعقیبم میکرد. منم فکر کردم به هم احساسی داره، ازم خوشش میاد. منم جواب مثبت دادم، اما بعدش ازم فرار کرد. باشه آروم باش براک. بیا اینجا، بیا اینجا. ازم باش فرار عزیزم، میکنه. آروم باش. میخوای باش چیکار کنم؟ بگو. انگار پای کس دیگه ای وسطه. نباشه، بره، پاشو بکشه کنار. دوستم داشته باشه. بیا اینجا، بیا براک. دوستم داشته باشه. دوستم داشته باشه. من دیگه میرم. یه لحظه وایسا. صبر کن، فیروزه چی شده؟ هیچی. فیروزه چی شده؟ تو نگی نمیذارم بری. چی شده؟ من کارو کردم؟ میترسم همین. فیروزه ببین من میترسم اما فرار نمی کنم. اما اگه تو میگی ایاز، من این دست رو ول میکنم. پس خودت ول کن. من ول نمیکنم. ولم نکنی نمیتونم برم. میمونم. حرفتو باور میکنم. باور کنی منم میکنم.
کارآموزی آیا ثابتون امسال بوده. پروندهش رو دیدم، خیلی موفقه. گفتش درسته، یه نامه تشکرم برای شرکت نوشته، اما بقیه تعقیب کردن و دنبالش افتادن و نمیدونم تا چه ساعت داره. فرقی میکنه؟ ممکنه یه طرفه باشه. وقتی حرف براک دمیرکان باشه یه طرفه نمیشه، نمیتونه باشه. بقیهش خودم درست میکنم، تو میتونی بری. ممنونم. چشم قربان، اطاعت میشه. فیلیز این چیه؟ مگه من بهت نگفتم نمیخوام حساب باز کنی یا عکس مکس بذاری؟ به جفتتونم گفتم از این عکس ها میفهمن ما کجاییم. فکر اینسان میسته رو از سرتون بندازید بیرون. داداش گفتم دیگه چیزی نمیشه بابا. چه میدونم بعد از این همه مدت چی قراره بشه؟ یعنی که چیزی نمیشه؟ یه ردیت چجوری از خونه ما؟ فیلیز بابا ما رو پیدا بکنه. با مامان چیکار میکنه؟ باش چیکار میکنه؟ داداش چرا اینجوری حرف میزنی؟ من که نمیخوام چه اتفاقی بیفته. اون عکس رو پاک کن، حسابتم سریع ببند. با تو هم هستم. باشه. من میدونم اینجوری زندگی کردن سخته، اما مگه چاره دیگه هم هست؟ زندگی ما همینه. باید یکم دیگه اینجوری سر کنیم غیر از اینه مامان؟ من رفتم مامان. آقا ایاز، آقا ارتان میخواد شما رو ببینم. چطوری سوپرمن قهرمان؟ شنیدم که خواهرم تو رو به دلش راه داده، به توجه جواب داده. تو هم بهش جواب دادی، اما نه اونی که میخواست بشنوه. کلمه توجه کاملا متوجه نشدم، اما از خوبیت سوء استفاده میکنن. اینو خوب میدونم. این وضعیتم کم کم داره به اونجا میرسه. ببین براک دختر خیلی حساسیه، منم رو اون خیلی حساسم. هیچ دلم نمیخواد کسی ناراحتش کنه، دلشو بشکنه. یه قطره اش تو چشاش ببینم، یه لحظه غم تو نگاهش بیاد، با اینا به هیچ وجه کنار نمیام. اون روزو یادته؟ روزی که زندگی براکو نجات دادی؟ از اون روز براک خیلی عوض شده. چشاش برق میزنه، شنگول شده، به زندگی برگشته. دیگه تو زندگیش آرزو و انگیزه ای داره و اونم تویی. خلاصه پسر جون میخوام اینو بهت بگم، خوب گوش کن. به عشق خواهرم جواب بده، دنیا رو به پات میریزم. هر کاری بخوای میکنم، هر کاری بخوای. منم یه خواهر دارم، درکت میکنم، میفهمم، اما تو شأن من نیست به عنوان یه برادر برم برای خواهرم از کسی عشق گدایی کنم. تو شأن تو هم نیست. به جای اینکه بیایی براش رو حرف بگیری، بهتره یادش بدی آویزون مردی نشد که دلش بشه کسی دیگه که از ما گفته بود. منو یعنی براکو رد میکنی؟ درست فهمیدم؟ بله دقیقاً خانواده بیچنبه، دقیقاً همینطوره. قلب من فروشی نیست.